السلام علیکم عزیزان، سلام رسانم. روز خوب و خوش، روزگار نکو نصیب شما باد. امروز ما هستیم در کشکپرو برای تبریک کردن مراد بابا حضور هستیم که 70 ساله شدن. از نام فرزند و نبره ها این مرد خیرتمند، این مرد خاندان را تبریک میگویم. مانند هر روز با ما باشید، تیار باشید. اگر رفتیم السلام علیکم. مراد بابا زاد روز مبارک. روز خورسندی را، امروز روز تولد را مبارک باد میگویم. حتی یاد کنی انامی کی اومدگی ما؟ انامی کی اومدگی شما تبریک کنی؟ انامی نیوارو. البته انامی نبیره ها. از همه فرزندای عزیز تبریک میکنیم. مراد بابا امروز چند ساله شدیم؟ نه حالی چند ساله بمانند پدر جان؟ چند ساله بمانند خوابیتی؟ حالی یاش حالی 17-18 با بگذار انم خیلی جوانش نکردید. مراد بابا امروز روزی زاد روز را مولود خجسته را مبارکباد میگوییم. حاضر فرزندان عزیز گفتند که پدر عزیزی ما شاه سلطان هستند خاندان ما با همطور قبله‌گاه، دعاگوی، کتابی پند و اندرس ها، همیشه از حال و احوال ما خبرگیر. دم خوردی ما خاطر ما بیادگر معیده بودیم. همین دادا جان ما شب روز نگفتن در سر ما دعاگوی و البته فقط مهنت کردن، مهنتی حلال کردن، مانه کلام کردن تا دنیا باشد و فقط حضور و حلاوتی مانه دیده کردن. من امروز 70 ساله شدن، 120 سالگی نصیب کنند. همیشه در سر ما سایبانش نکردن. ما بخت و تخت و دولت همین است. هیچ وقت پیر نشوند، هیچ وقت کسل نشوند. خدا با شکر میکنیم هم تو درگاهی دادیم با دارم مگر یکم چشمون پدرم میکوبد. چرا که اون کس هم تو آفتاب زندگی ما هستند. دعاگوی فرزندان، یک مردی که فقط از حال و احوال فرزندان خبر میگیرتگی انسان. برای دادا جان ما رسانید که نغز میبینیم شونه. اگر دانسته ندانسته خفه کردگی باشیم اگر مانه بخشند. ما چی که باشدم حالی خورد حالی فرزند بر بی پیشی پدرم با ما میخواهیم همیشه باشیم و در سر ما دعاگوی باشد. برای پدر عزیزی ما، برای شاه سلطان طلایی خاندان ما رسانید که چشمه‌هایی از محبت نورشرار دارد پدر. چشمه‌هایی از محبت نورشرار دارد پدر. سینه ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حالت فرزند خود. از همه راز نهان دل خبر دارد پدر. در وجودش ذره نامردمی موجود نیست. جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بحر اقبال و سعادت در نبرد زندگی از سر جانی عزیزی خود گذر دارد پدر. در حقیقت پدر ما از خورده قهرمان زندگی ما هستند. ما در سیمای پدر ما قهرمان یعنی دور و زمان دیدیم. چون که شب و روز مهنتی سیاه کردن، شب و روز مهنت کردن، مهنتی حلال نشان کردی. همه ما صاحبی کسب، صاحبی عائله، صاحبی بخت کردن. نبینید که من امروز در روز خورسندیشان حاضر هستم بگذار 120 ساله شوند و رسانید که دایما شکری خدا کن تو اگر داری پدر. دایما شکری خدا کن تو اگر داری پدر. خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. بهره گیر از هر سخنهای فرنگ‌انگیز او. زیر پایش سجده ها کن تو اگر داری پدر. پدر عزیز امروز روزی زاد روز را مبارکباد میگویم. هیچ وقت پیر نشوید. مانند امروز فقط در اعتبار فرزندها باشید. روزی خورسندی مبارک. حالا من در اینجا فرزندان عزیزتان حاضر هستند که یک تا خودم هم شعر از یاد کردگی دادا جانم تبریک میکنیم. تا تیار شده ایستاده یک تا سخنهای آنها میشنویم. مرحبا. بابا جان تبریک. رحمت. رحمت. رمزیه
تبریک میکنیم این بابا جانمه حاضر مراد بابا من اینجا با نبیره ها از دانکش هم مغزش شیرین بگه نه نبیره ها حسین که آلوچه گلی بادام من نبیره بابام شیشته چای نشن من چای ریزه که بابام گفته اطرافاتم پروانش گشتن از دام فرزند ها از دام نبیره های شیرین عدالت های سبین بانو زرین بانو ها البته از دام فرزند ها من در اینجا یک کتابی قیمت بهاترین که با نام کتابی قرآن است تمام روی دنیا این را تن گفته ایستاده است یک تا کرسکی بلند میزنه قبول کنید مرحبا البته امروز در روزی زادروزی بابا جانشان در روزی زادروزی مراد بابا مهربان بانی هم زادروز داشته نه؟ همین کسی مهربان بانو امروز چند در آمده ایم؟ ای مامدیس 4 بدن آمده این دخترکی کبان شود مراد بابا نیت میکنیم که رد شود معلمه شود یک کاری از عهده کاری نکوترین برای نو نامبردار شما باشد خدا کند که توی کلین شدگیشون هم شما بینید و دعا کنه همین خاندان ها بسیار کردن نصیب کنند من در اینجا یک تا شیرینی زیبا تیار کردیم از قصر شیرینی های اوستا و البته برای مهربان بانو از دام امروزه تمام خویشاوندان تحفه ها را قبول میکنند و شیرینی را میخواستیم نزدیکتر بیارند مرحبا مبارک باشد دارید همون با کلین دخترها مرحبا زادروز مبارک مبارک باشد Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد امروز روز خورسندی در تو خدا تا فرزنده ما دعا کنید که مانند شما پیر شوند مرحمت نوارا هم باشم همیشه تا من بوده برای سر بدارم همیشه صاف سلامت گرد رحمت سلامت باشم حاضر یک تا فوتوسسیون میکنیم بعد از آن میرقصیم الان اینجا به ایستادگیتان با همه خیشه پیش شما تکلیف میکنیم یک جای رسم میگیریم بعد از آن رقص و بازی میکنیم مرحبا
گیدانم دوای چشمم دور شده درد و دوای چشمم یا که بینم رهای اشکم دود سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بوده کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بوده کو یار بیا ناله کنم نمیشه همدم بودم همیشه دردگی دل آزاره دوان بپیشه ناله کنم نمیشه همدم بودم همیشه چکی باران بین شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا. من بیننده های عزیز امروز ما پدر عزیز خاندان را مراد بابا رو در جشن 70 سالگیشان تبریک کردیم از نام نبیره های شیرین از نام فرزندان اصیلشان البته آن لحظه های خرسندی را همراهی شمایان به هم میدیم مانند هر روز و هر وقت با ما باشد که شبکه شاهنامه آن لحظه های خرسندی را آن روزهای نکو را همراهی شمایان به هم میبیند مراد بابا 120 ساله شود و 100 سالگیتون به رستوران کلان سمرقند به شما تبریک را نصیب کند سلامت باشید زحمت مونده باشید زنگی دلی من میبرد شباده باغی پدر زنگی دلی من میبرد شباده باغی پدر اجاز بخشد خامرا سیمین باران سر اجاز بخشد خامرا سیمین باران سر زنگی دلی من میبرد شباده باغی پدر زنگی دلی من میبرد شباده باغی پدر اجاز بخشد خامرا سیمین باران سر اجاز بخشد خامرا سیمین باران سر لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورد لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورد باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورد
باقی غریبه گلفشان پیغامی مهتاب آورد زنگ دل من میبرد شب باده باغ پدر زنگ دل من میبرد شب باده باغ پدر اجاز بخشد کامران سینه باران سهر اجاز بخشد